یکی از بزرگان همین صحبت میکرد، میگفت مشکل داشتم حقیقتا. آمدم پیش عالمی، گفتم چه کنم؟ گفت برو دیدن مادرت. هر زمان به مشکلی برخوردی برو پیش مادرت. میگه اومدم به خواهرم زنگ زدم، مامان چی لازم داره؟ گفت من نمیدونم. به داداشم زنگ زدم، مامان چی لازم داره؟ گفت نمیدونم. اون برادرم که بیشتر میزد گفتم چی لازم داره؟ گفت فلان وسیله. گرفتم بردم پیش، چقدر خوشحال شد. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه دارن این جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن هستی مصفا از صفای مادر است. قدر و جاهی را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال خدمت و مهنت برای مادر است. من نمیدونم چه شدیم ما اینقدر سنگدل رو میبینیم، دوست رو میبینیم، رفیق رو میبینیم، همکار رو میبینیم، همه رو میبینیم، مادران رو میبینیم. سالها، ماها